سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. ویدیو دوم من هستش و توی این ویدیو قرار بریم روبلاکس اسکوید گیم. به جای اون بازی قبلی که اسم شیرپ گیم بود قرار بریم این دفعه اینک گیم رو بازی کنیم توی روبلاکس. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. برو بریم سراغ بازی. خب بچه ها، این تیکه ما سالی میایم اینجا فول اسکرین رو میزنیم، میریم سراغ بازی. ممکن صبر میکنیم تا این تایمش درست شد. یکم به خاطر اینترنت یکم باگی داره ولی درست میشه. الان باید تلپورت بشن طبیعتا. خب چهل و چهار نفریم از 44 نفر. خب دست بزنیم من یکم صدایی. اینجا چیزی نیست، یکم توضیحات رو میگه، توضیحات بازی رو میگه و اینکه یکم صدای بازی رو ببرم بالا. میریم توی بازی. از توی بازی که هستیم، میریم داخل بازی. میریم توی اولی. خب این هم دیگه چقدر دارن ضربه میخورن. اینا برم نجات بریم. مثل اینکه نمیخواد با من باشه. خب من راه خودم میرم. 2 دقیقه دیگه تایم داره. وایس. او من از چی خونه لطفا برم. خب یس رسیدم. بذار بریم بقیه رو نگاه کنیم ببینیم من چیکار میکنم. یکیش میتونیم بقیه رو بگیریم. الان کن شدم وگرنه میگرفتم میبردشون عقب. بیا اینجا. وای بهتر دیگه این کار نکنیم. میمیرم.
بچه ها لطفا لایک کنین، سابسکرایب کنین، آخر ویدیو، وسط ویدیو، اول ویدیو چک کنین لایکاتون مونده باشه و مرسی که این ویدیو رو میبینید. چقدر اونا عقبن. رسیدن اینجا. بذار الان بهت نشون میدم که چیکار کردیم. بیا اینجا. میکنم وایسم جونم برشه بتونم بودم. تموم شد دیگه نه؟ آره فکر کنم آره تموم شد. تموم شد. خب پرت کنم من رو پرت کرد. بکشم جلو باز اینا تیر میزنن. نگاه کنید من برم جلو دارم بهم تیر میزنن. آره بهم تیر میزنن. بازی دوم فکر کنم هانیکامه، همون بیسکویتا. باشون رفت تو یکی. الان 100% اینجا باز میشه چون منم یه بار رفتم اینجا. الان اینجا با دریا دیگه. بذار من یه پوش بدم. خداحافظ. بریم. این نه همونجا مونده. ها نه الان باید بریم عکس بگیریم بعد میریم سراغ بازی هانیکام. خب این برو. منو پرت میکنن. منم دیگه طبیعتاً. خب بریم سری. خب اینجا بذار یکی رو بزنم. چی وایس خداحافظ. میریم این بالا خودمون پرت میکنیم پیروز. وی چند نفری؟ 29 نفریم از 44 نفر. امیدوارم مثلث بیفته. تو رو خدا مثلث. تو رو خدا چتر نیفته. وای یکی دیگه هست خیلی سخت تر از چتره. چی افتاد؟ ندیدم. اشکال نداره الان میرم میبینم. دایره است فکر کنم طبیعتا. وای این سخته افتاد. وای کاری نداره من طبیعتا میتونم برم. وای رو خدا نمیر. وای مردم. اشکال نداره بچه. میتونم ریوایو کنم؟
وای اگه بشه خیلی خوب میشه. نه. خب خب بچه ها همینجا ویدیو رو تموم میکنیم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا یه ویدیو دیگه. خدا یه لحظه صبر کنین. خدا حافظ.